O çahali zarma bubin این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی o چشمی چار ما ببین ایشون از رفتن به نهایت و یه زکی میرنه که ایشون بودن و یه خرسندی امروز همون روزی زکی رفتن اون نشه او برام یک غریبی بکس شدم و در غریبی در مادرم وقتی این نوار میدونم که یگان غریب بچه یگان نفر نمیخورد همه نوار ای مسئله با تلویزیون اومدن خیلی چی لود هر یک چیز اومد رفت داره سمبولش که ما روزی خیلی نمیتری برادرها داره چی غم داره یعنی با 1000 روبل دیگه زلال کرده بوده انشالله که همش خوبه لکه یگان تمام ای سندیمونه چیمونه نمیریم مهمانداری کسانه که مهمان کشنگی در دلش سوز چی دای خیلی که کاری دکانم میدونه که با یک دست در خدمت برادرای باز همان دوستانت در کنار دشمنانت ببرار باشد. پدر و مادر مهربان رفتن دیدن دعاشو گرفتن خداوند همه غریبا رو همین که نصیب کنه که رحیم پروداکشن. مرکز خدمترسانی زیارت شاپ همروزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فرمای عربیان مید و سنمید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فرمای تریچا برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبوییها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. با خیر در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. برام بیسیم قطعه که فروخ جان سلام علیکم روح در سفری نبا که ای وطن عزیز میده انشالله میریم دعاگو باشیم. ای دوستی عزیز غریبی دردی زوره ای آلچه جان فرزندی تو رنجوره ایشون از رفتن به نهایت و یه زکی میرنه که ایشون بودن و یه خرسندی امروز همون روزی زکی رفتن اون نشه او برام یک غریبی در غم یک برده اینان در سفرم در غم یک برده اینان در سفرم بکس شدم و در غریبی در مادرم. سلام و درود بر کل تماشاگران دائمی سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تحصیلات خانواده هستیم. امروز همراه برادر عزیز ما ظهور جان، اکای فرزان جعفر جان، محمد و افراتمون احسان جان حضور داریم. از همه وزمین‌ترین همین لحظه‌ای که از همین سیانتا می‌کنی از تاجیکستان تا مسکو رفتن. و خدای نوار می‌دونم که یگان غریب بچه یگان نفر نمی‌خورد همه نوار ای مسکو با تاجیکستان اومدن خیلی چی لود هر یک چیز اومد رفت داره زندگی هم با همین معنا با همین طور با همین واسطه میریم زندگی ما پیش میره. چطور کنیم اگه دوستان السلام علیکم. سلام رحیم جان خیلی بازم با خاطر ما خوش اومدید است دیگه همون سنت اینجا در مسکو بسیار میستی شما دی خیر رفتی بچه‌ها همه را سلام ما ان شاء الله که همش خوبه لکه یگان تمام ای سندیمونه چیمونه نمیریم زندگی خودش یعنی رفت اومد زندگی با هر یک رفتن اومدن فکر میکنم زندگی در تغییرات زیاد میشه. این هم خوبی جهت خوبیش هست هم جهت دیگرش هست. این تعارف ما میگن که با تاجیکستان مهری تو در سینه اش جا کرده است یکی بیرون میروی این آشیان رو گم مشد. ما در یک خانه هستیم و همیشه ارزوی آن رو داریم که هر کجای باشی سلامت باشیم. باز همان دوستانت در کنار دشمنانت ببرار باشد. زندگی سبز اندر سبز باشد. روزهای خوب و نیک همسفرت باشد برادر عزیز. همه گفتنی های زیاد داریم لیکن همه قدر میگیم خداوند نگه دارد. دوستان عزیز سخن نوبتی با برادر عزیز
کی بخش دست خاله همه توغری ای نباشه خداوند نگهبانش باشد ها؟ بله از او رحمت دوستان عزیز فقط تا آخر تماشا کنین انشاءالله درسش هم ببینید روی سفید پروردگار به قول نکنه اومده فراموش نکنید او چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی او چه چشمی چار ما ببین او چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی او چه چشمی چار ما ببین دنیا تو عجب بازیگری ای یاری دنیا تو عجب بازیگری ای یاری یک لحظه خوشی صد باری غم میاری یک لحظه خوشی صد باری غم میاری این سینه من کفانده در ملکی غریب آخر کشدم این غصه اینو داری این سینه من کفانده در ملکی غریب آخر کشدم این غصه اینو داری با چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی او چه چشمی چار ما ببین او چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی او چه چشمی چار ما ببین دوستان عزیز مسکو سلام علیکم اینا تو اومدی دوستان عزیز اینا تماشای کنترل گذاشتیم در درونی ایرپورتی اونو خدا را شکر صاف سلامت اومدیم این ابو میدرویم خارجیان برادران عزیز اشتر کردید توجیکستان علاقه بعد سحر 24 گرادوس گرم بود مسکو 24 گرادوس خنک ای گرمی بخنکی برادران عزیز ایرپورتی ونوکووا صاف و سلامت خوامیده یک هوای خنک یک هوای عجایبات و اینجا در باید برادر نازنین اومدگی خوش آمدیم یا خوش آمدیم خوش آمدی یا خوش آمدیم خیلی که میفرن آکل قبولش که ما راضی خیلی نمتری برادر داری چی غم داری اگر با 1000 روبل دیگه زلال کرده بوده دوستان عزیز اینا اومدیم اما جان ماشاءالله مهمون داره کسی که مهمون کشنگی در دلش سوس چیدای خیلی کاری دکانم میدونه که با یک دست در خدمت برادرای با یک دست دیگه در خدمت دادرشان خارجان بله یعنی اما کی ما برای میگن کو اینا به بچه‌ها البته آشی یک با یک
انشاءالله بشنیم همه نه که من چطور سوزوق دیده بودم گوش نداری چخیلی یک بکنیم با یک بگو جان مهمان اومده نه بیان همه کسا بچه هم بشنیم عبید میکنیم انشاءالله اینا برادرها وقتی ما فخر میکنی که در غریبی وقتی وطن میای یک برادرت اوش توجیکی کیسه یک السلام علیکم یک مهر محبت توجیکی قطعی باور که امک خوش بحال اینا باش با قضا کن میبینیم باهوش میتیم امک جان امک تیار شید نصیب انشاءالله اینا بسم الله اوه ماشاءالله ماشاءالله یاد گرفته امک خوش بحالت انا بگیریم بینه که بشینیم سری دیگه اینا بیا بچه ها همه کسا بیان اوش اکا همه اوش یک با یک گفتگیم شیدینا اینا رحیم گفته سبتونی ببینم اوش همه اوه بیا کو اینا بیان بچه ها همه کسا اینا اوش تیار شده اینا بیان ای اوش بیزن شما پیسر تازه شود مغزی سر اینا خوش اومدین با وطنهای شما خارجان برادرای طوری که میبینی عبدالرحیم جان امروز وطن عزیز آمد پدر و مادر مهربان رفتن دیدن دعاشو گرفتن خداوند همه غریبا رو همین که نصیب کنه که مثل شما روان صحت سلامت بو گشته بیان اول که خداوند هیچ کار نصیب ایجا نکنه غریبی و یکی وقتی که اومدن بو هم که مثل شما به وقتی خوش خطی بیان بله ان شاء الله سر میکنیم بسم الله گفته خب الان دوستان عزیز الله نگهبانتون باشه ایستش خزیق نیست دیگه باور کنید همین قدر بسای خداوند نگهبانتون همه کسایی فیدن یلا که به خاطر اوش یعنی امک بنوید بزنین بعد کمی طرف بنوید که اوش مازش چخله خدا نگهبانتون او چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی او چه چشمی چار ما ببین